مادر شخصیتی هست که باری هم برای نگهبانی و برای تربیه فرزند گفت نمیگوید. اما چنین ناجوان مردا، چنین ناقدر شناس ها قدر مادر را نمیدانند و سوی مادر فریاد میکنن، میگن کی میموری که من خلاص شم؟ ای کاش که تو میمردی مادر خلاص میشی. مادر او شخصیت هست برادران عزیز و بزرگان. مادر شخصیتی هست که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم را پرسیدند، گفتن یا رسول الله من احق الناس بحسن قرابتی. گفتن یا رسول الله از همه زیادتر حقدارترین در بالایشان انسانیت که هست؟ پیغمبر بزرگوار گفتن مادرت هست. از همه زیادتر جوان محترم در بالای من و شما مادر حق دارد. از همه حرمت حقدارترین شخصیت، از همه